است با کسب 15 امتیاز. دسته بخشی باشد در زمینه ششم با کسب 9 امتیاز موقع گرفته است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه ارسال کرده می شود. امکانیت بود لابوتوب است. اسلام زایرов پرتابی و به داخل امکانیت پیدا می شود برای بازیگران دسته بخشی. پس به کنار چپ فرصت نیست پیدا می شود. ضربه اجرا کرده شد و اکنون اینجا کسی نیست که باید رسید خط حمله به سمت دوبی رامین. تلاش‌های دوبی رامین اینجا به نتیجه است و توپ رسوایی می شود. حمله‌گر دسته بخشی فرصت نیست است. امکانیت برای بازیگران دسته بخشی. ضربه نیز اجرا کرده می شود. چه فرصتی بود که از آن استفاده برده نتوانستند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. امکانیت نیز پیدا می شود برای بازیگران دسته استقلال و گل است دوستان عزیز. حساب 1-0. دسته استقلال در حساب پیش میبراید. فران چریک مؤلف گل بشود دوستان عزیز در دقیقه 15 بازی. پس به خط حمله فرصت نیست پیدا می شود. توپ از بالای سری دروازه‌بان اینجا اکنون پسی به کنار چپ هجوم دسته استقلال ادامه می‌یابد. پرتاب بعد داخل جریمه‌گاه. ضربه نیز اجرا کرده می شود و بالاتر از دروازه. دستگیری مخلصان استقلال بیشتر می شود. فرصت نیست است برای بازیگران دسته استقلال. ضربه اجرا کرده می شود و صدگذاری از جانب این فرصتی که دارند بازیگران دسته استقلال چگونه استفاده میکنند. اینجا موفق نشد علیشیر. یک ضربه دیگر بلندتر. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته استقلال بسیار خوب. امکانیت پیدا می شود. پس نیز داده شد. فرصت هست. گرفتی به ورزش رقم 1 سیاره. توجه دختران نیز در کشور ما هست و به ورزشگاه برای دستگیری دستشون. امکانیت پیدا می شود برای بازیگران دسته استقلال و اکنون توپ در دروازه دسته بخشی است. حساب 2-0 می شود. باز هم از وضعیت استانداردی استفاده میکنند اینجا بازیگران دسته استقلال و باز هم مؤلفی گل می شود فران ایکیچی خربتی. دسته استقلال است. امکانیت نیز پیدا می شود با توپ از سالو خسرو. پاس میدهد. فرصت نیست است برای دیمیترو اما امکانیت پیدا می شود برای بازیگران دسته استقلال و اینجا گاتسون میتواند که پرتاب به داخل جریمه‌گاه و توپ راست به دست بازیگران دسته بخشی. پرتاب اجرا کرده شد. ضربه یانه نبوسر و توپ بالاتر از دروازه میدان را ترک میکند. چی فرصتی بود برای بازیگران خسرو. بسیار خوب. خسرو امکانیت برای خسرو. پاس میدهد و اکنون اینجا موفق پرتاب به داخل جریمه‌گاه. فرصت برای بازیگران دسته بخشی و اکنون اینجا بلندتر از دروازه تو میدان را ترک کرد. حالت نوبازی هم هست و با می ترتیب استقلال دوستان عزیز غلبه پنجم رو در موسم امسال لیگ اولی به خط میگیرد. بخشی باشد باخت پنجم رو و با می ترتیب ما در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه گزارش مستقیم خیش رو به انجام می‌رسانیم. با شما بودم من شوره فریدون سفرزاده. صحتمند و پیروز و دوستدار فوتبال ببینید. خیر.